سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت‌های غزال پادکست. این موقع سال که میشه معمولا نتایج کنکور کم کم میاد و خب دانشجوها، یعنی کسایی که قرار دانشجو بشن سال بعدش، یه دغدغه‌ای که دارن به هر حال انتخاب رشته است. برای همین ما هم گفتیم که با تیم تصمیم گرفتیم که مهمون این قسمتمون کسی باشه که خب به هر حال سالها کمک کردن تو این انتخاب رشته به دانش آموزا و شاید خودشون جزء کسایی باشن که درست انتخاب رشته کردن و بتونن از تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن با ما و خب ما بتونیم با استفاده از این تجربیات یه انتخاب رشته درست انجام بدیم. خیلی خوش اومدید آقای کشمیری به قسمت سوم غزال پادکست. خب آقای کشمیری، به نظرتون که اهمیت انتخاب رشته چیه؟ چرا انتخاب رشته یه انتخاب سرنوشت سازه برای یک دانش آموزی که داره میشه دانشجو؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که به هر حال ما رو می‌بینن. بهتون تبریک میگم که در یه فاصله کوتاهی تونستید که سومین برنامه رو آماده ضبط و پخش کنید. این روزا یک تجربه تازه‌ای از مراحل و ماراتون کنکور رو بچه‌ها تجربه میکنن و اونم انتظار برای دیدن نمره ترازشون هستش و بعد از اون انتخاب رشته و اینکه چقدر تأثیر داره این مسئله. خب سوال اینه که چرا انتخاب رشته میتونه مهم باشه؟ بله، چرا انقدر سرنوشت سازه؟ خب طبیعیه که بعد از این همه درس خوندن و تلاش قابل تحسینی که بچه‌ها داشتن، استرس ها و به هر حال مسائلی که پیش اومده براشون ولی همه رو طی کردن، رسیدن به این نقطه. تا الان وارد داخل میدون بودن، الان میخوان مسیر رو مشخص کنن، یعنی در واقع کارتاشون رو جمع کردن، امتیازاشون رو میخوان مسیر آیندهشون رو مشخص کنن. خب مهمه دیگه وقتی کسی که میاد به مرحله میرسه که رشته تحصیلیش که منتج میشه به رشته شغلیش رو میخواد انتخاب بکنه، این یعنی این که سرنوشت آیندهش و خط سیر زندگیش رو در آینده مشخص میکنه. حتی شهری که انتخاب میکنه، دانشگاهی که انتخاب میکنه، رشته‌ای که انتخاب میکنه، اینا همشون مهم هستن برای این که در واقع آینده چیدمان بشه و این چیدمان یعنی محل زندگی، نوع شغل، حتی ازدواج، حتی فرزند و خیلی مسائل دیگه. یعنی میگید که چند تا در جلوشون بازه که هر کدومو که باز کردن شروعی میشه برای ادامه روند زندگیشون. دنیای کاملا متفاوتی که داره هر به هر حال رشته و هر دانشگاه. حتی آقای کشمیری، بعد یه سوال دیگه که خیلی مطرحه بین دانش آموزا اینه که بین رشته‌ای که بهش علاقه دارن و رشته‌ای که بازار کار خیلی خوبی داره داخل کشورمون، باید کدوم انتخاب کنن؟ یعنی شاید یکی از سوالایی باشه که خیلی بین اون دانش آموزی که میخواد بشه دانشجو مطرح باشه. چرا که خب ببینید معمولاً خیلی پیش میاد که خب به هر حال حالا اون علاقه متفاوت باشه با اون بازار کار خوبی که اون رشته که میخواد بره داشته باشه. به نظر شما چجوری باید بین این یه تعادل برقرار کنن یا اصلا میشه تعادل برقرار کرد بینش؟ اصلا خدمت سوال جالبیه این بحث. خب ما از فارغ التحصیلای دانشگاه یه تعداد خیلی معدودی این حالتی که شما میگید رو اتفاق براشون میفته. حالا یه گروهی از اینا کسی هستن که رشته‌های بورسیه قبول میشن. خب از اول تکلیفشون مشخصه. آقا من نفت رو دوست داشتم، رفتم بورسیه نفت شدم و برای نفت درس خوندم و استخدام شرکت نفت میشم. انرژی اتمی دوست داشتم، رفتم و بالاخره این تکلیف مشخص. یه عده معدودی هستن که فرضاً میگیم رشته کامپیوتر رو میخونن و مستقیما هم میرن تو همون رشته مثلا درس میخونن، ولی خب با توجه بازم عرض میکنم محدود بودن بازار کار در جامعه ما امروز، این اتفاقی مقداری به سختی پیش میاد که الزاما همون رشته‌ای که خوندن همون رشته هم باید باشه. ولی ما فرض رو بر حالت استاندارد میذاریم. پس وقتی که علاقه باشه، بازار کارم باشه، توانایی فردم باشه، بهترین حالت ممکن هستش. درسته؟ بعضی وقتا میبینیم علاقه هست ولی بازار کار نیست. این
طرف دچار یک نوع سرخوردگی میشه، میگه آقا من رفتم درس خوندم، رشته‌ام هم دوست داشتم ولی بازارکار نبود، دچار سرخوردگی میشه، میگه زحمتم هدر رفت. بعضی وقتا بازارکاره هست، علاقه نیست و اون ارتباطه نیست، این دلزده است دیگه، اصلا میگه من برام مهم نیست که بازارکار باشه. پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما یک ضمنی که قابلیت ها رو میشناسیم خب و مشاغل رو هم شناسایی کنیم، یک چیزی میانه ای رو پیدا بکنیم. حالا اگر اون حالت استانداردش گیر نمیاد، چیزی میانه ای که هم نزدیک به علاقه ما باشه، هم بازار کارش بهش نزدیک تر باشه، این رو پیدا کنیم و برای خودمون به عنوان یک پلن و یک نقشه راهی در نظر بگیریم. فرصت هست در آینده وقتی که ما کمی در کارمون با تجربه تر میشیم، مسیرها رو بهتر بشناسیم، بازار هم ما رو بهتر بشناسه، میتونیم شاید تغییر مسیر بدیم و اون جایی که میخوایم قرار بگیریم. در پس یعنی میگید که علاوه بر این حالا باید دقت بشه به اون موضوع برابری، حالا نمیگم برابری، بالانس بودن علاقه و بازار کار، باید این نگاه هم داشته باشیم که این انتخاب نهایی نیست، میشه بعداً به نحوی تغییر داد راهو، وابسته نیستیم خیلی زیاد به اون. انتخاب مهمیه ولی اینجوری نیست که ما گیر بیفتیم داخل اون قسمت. درسته؟ درست میفرمایید. یه حسنی داره این نگاه، یه ایراد داره. حسنش اینه که بالاخره اون جایی که جات هست جا میگیری. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که شاید یک فاصله زمانی طولانی پیش بیاد برای مسئله و آدم بخشی از عمرش رو توی مسئله تلف بکنه و مسیر رو دوباره کاری بخواد انجام بده. به نظرتون تغییر ارزششو داره؟ یعنی مثلا آقا ما میایم میبینیم که 5 سال وقت گذاشتم یه کاری انجام دادم مثلا، بعد الان میخوام مثلا تغییر رشته بدم. طبعا بهتره. نگاه کنید، اول که ما باید دقت کنیم در انتخاب اولمون دقت نظر داشته باشیم. فرض بر این بذاریم که یا اون دقت اتفاق نیفتاده، یا شناخت درستی از خودمون نداشتیم، یا راهی نداشتیم غیر از اون. ولی وقتی رسیدیم به مرحله‌ای که میتونیم این تغییر رو اعمال کنیم، خب زندگی فلسفهش همینه. اون کاری رو باید انجام بدی که حالت باهاش خوبه. پس شغلم همینه در واقع. البته یه جایی مثلا توی انتخابت امکان تغییر نیست، یعنی در واقع تو دوچار خیلی ضررها میشه اگه بخوای اون مسیر رو عوض کنی. ولی باز هم فلسفه زندگی به ما اینو میگه اون جایی که فهمیدی که مسیرت اشتباه رفتی، همون ایستگاه پیاده شو دیگه، ایستگاه بعدی رو نرو در واقع. ولی برای اینکه این ضررها اتفاق نیفته لازمش اینه که حالا جلوتر بریم، شاید سال بعدی یا سال بعدی من حس میکنم میتونه این جواب اینجوری بگیم که ما شناخت باید پیدا کنیم. دقیقاً. حالا خوب شد رسیدیم بهش. بله. اینو اینجوری بپرسم سوالمو که یک دانش آموزی که میخواد بشه دانشجو چطور باید اون رشته‌ای که میخواد رو انتخاب کنه، چه ملاک‌هایی باید داخل خودش ببینه، چه ملاک‌هایی باید داخل رشته‌اش ببینه که این انتخابو انجام بده؟ نگاه کنید، ما روش‌هایی که بخوایم بشناسیم رشته‌مون رو، یکی روش‌های علمی هستش، تست‌های شخصیتی که وجود داره و مثل هالند مثلا رغبت سنجا و این چیزات، یعنی در واقع تست‌های شغلی، اینها به ما کمک میکنه که ما یک شناخت درستی از خودمون پیدا کنیم. فرضاً میگم یه آدمی اهل شلوغی نیست، آدم آرومیه، آدمی است که خیلی دایره گسترده‌ای از دوستان و ارتباطات نداره، آدم بسیار با دقت، این آدم تیپیکال یه آدمی هست که میتونه حسابدار خوبی باشه. ولی آدمی هست که مثلا آدم پر انرژی، اکتیویه، متهم بیش و عالی هم بوده، درسته؟ دایره گسترده‌ای از دوستا داره در سطوح مختلف، ارتباطاتی که داره، این آدم خیلی راحت میتونه یک مهندس عمرانی بشه که یا مهندس مکانیکی بشه که رو پروژه ها کار بکنه و فعالیت های بدنی داشته باشه و به قول معروف جنب و جوش داشته باشه. این شرایط رو تو این تست های تایپ شناسی و شناخت شخصیت های افراد که آدم های جستجوگری هستن، آیا واقع‌گرا هستن، آدم های گوشه‌گیری هستن، خب اینها به ما میگه آقا فلانی تو این کاره هست. این یکیش حالتشه. یکیش این که بررسی دوران گذار از
کودکی تا الان که میخواد انتخاب رشته کنه ببینه اون ذهنیتش و علاقمندیش به چجوریه و نکته بعدی یک در واقع تحقیق میدانی بکنه از افرادی که این رشته ها رو رفتن و آینده شغلشون رو در نظر بگیره، شرایط مالیشون رو در نظر بگیره، جایگاه اجتماعیشون رو در نظر بگیره، اینها رو همه رو کنار هم قرار بده و یه خروجیش این باشه که آقا به من گفته که تو یه آدم هستی که آدم جستجوگری هستی، بعد میبینه اون شغلی که فضای بسته نیست و پروژه‌ای داره کار انجام میده دوستش دارم، بعد شرایط مالیش هم خوبه، بعد میگه خب من برم مثلا رشته فرزن مثلا برق میخوام بزنم. حتی اون بررسی میدانی که اشاره کردین میشه اینجوری هم مثلا در نظرش بگیریم که مثلا آقا یه آدمی که میخواد بره رشته کامپیوتر مثلا بره مثلا یا ببینه یا حالا حضوری یا آنلاین یه روز کاری مثلا یه برنامه نویس، یا مثلا اونی که میخواد مهندس بشه، حالا مثلا مهندس عمران که مثال زدید، بره مثلا یه روز کاری یه مهندس عمران رو ببینه. این هم میتونه کمک کنه. نگاه کن این بحث توی برنامه‌های درسی آموزش پرورش تعریف شده، اینکه آیا در مدارس اجرا میشه یا نه باید بپرسیم در واقع. خب کتب مختلفی که ما در طول سال تحصیلی هم میخونیم، خب دروس مختلف در رشته‌های مختلف رو داره به ما میگه. تو اونها میتونیم ما متوجه بشیم که فرزند هر کس چی کاره هست و چه جوری داره زندگی میکنه، ولی آشنایی با سبک‌های زندگی و سبک‌های شغلی خیلی موثره. هفته مشاغلی که دانش آموزا رو میبرن یا صنایع یا میبرن دانشگاه‌ها، اینها خیلی کمک میکنه به این مسئله. اصلا صحبت شما کاملا درسته. تو خانواده هم همین، آدم یه پزشکی، یه مهندسی، یه قاضی، یه وکیلی، یه معلمی وجود داره. اگر ما خیلی آدمای باشیم که بخوایم ببینیم که هر شغلی چه فرمتی داره در مسیر زندگی ما ایجاد میکنه و درست میکنه، لازمش اینه که مثلا اگه آدم داییش هم مثلا پزشک باشه بگه دایی من یه روز همراهت بیام مطب یا بیام بیمارستان ببینم در واقع. و این خیلی کمه. بازدیدایی که مدارس تعریف میکنن برای بازدید از دانشگاه ها یا اون بازار مشاغلی که بعضی از مدارس میذارن برای فروش، بچه ها میان اجناسشون رو میفروشن، قدرت کسب و کارشون رو مثلا نشون میده. این خیلی کمک میکنه که این دانش آموز یاد بگیره که در خودش چی کاره است و با چه چیزی علاقه داره. بعد فکر کنم خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، اون تأثیر دوستا و خانواده و حالا حال و هوای آدمایی که دورمون هست، تأثیرش چجوریه روی اون انتخابه؟ ما باید چقدر به این نگاه کنیم؟ معضل این نکته مفیدیه چجوریه اون وقت؟ یکم برای این درباره‌اش حرف بزنید برام. نگاه کنید توی این شرایطی که الان ما هستیم، یعنی بچه‌هامون در سن 18 سالگی دارن تصمیم میگیرن برای انتخاب رشتهشون، بچه‌ها به یک شناخت نسبتاً کاملتری رسیدن. یک کم فلش بک بزنیم بریم عقب‌تر، توی ورودی نهم به دهم، اونجا یه مقدار کار سخته. اونجا جاییه که این دانش آموز نهمی میخواد بیاد توی کلاس دهم رشتهشو انتخاب کنه. آقا ریاضی، رشته ریاضی الف شده، رشته تجربی الف شده، همه رشته ها رو الف شده، میخواد انتخاب کنه. خب پدر مادر دوست دارن بچه‌شون توی ذهنشون بشه پزشک، تابلویی و مطبی و فلان این چیزا، یا نه آی مهندس یا ولی تو این مسئله یک جایی یک چیزی گم شده و اون که آقا این دانش آموز علاقه‌اش چیه. هرچند که فرایندی که تعریف کردن برای هدایت تحصیلی با اون تستایی که گرفته میشه و مشاورین محترمی که تو متوسطه یک هستن تا حدودی کمک میکنن به انتخاب رشته، ولی اونجا بیشترین تأثیرپذیری رو بچه‌ها در انتخاب رشتهشون از خانواده ها دارن یا از دوستاشون دارن. در واقع فرض بر این میذاریم اونجا رو درست اومدن، چون اگه غلط اومده باشن دوچار یک تعارضاتی میشن که خودشون نشون میده حالا بالاخره آقا من زیست علاقه ندارم باید زیست بخونم. و چرا اومدی تجربی؟ بابا اینا گفتن برو تجربی. درسته؟ نه گفتن تو علوم 19 گرفتی، ریاضی هم 19 گرفتی، خب یه برو علوم که 19 گرفتی برو تجربی درس بخون. دقت نکردن که من عربی و فارسیم همشو 20 گرفتم.
من وقتی درس تشریحی میخوندم حس خوبی داشتم. من آقا میخواستم برم اونجا مثلا حقوق بخونم، برم قاضی بشم، برم معلم بشم، حالا اومده، بالاخره اومده اینجا. الان تو سن 18 سالگی رسیده به جایی که میخواد انتخاب رشته کنه. اینجا اون تاثیرپذیری کمتره، ولی اون پدر و مادر تاثیرگذاری که توی نهم بچه یه رشته ریاضی رو به زور بردن تو رشته تجربی، هنوز دست از تلاششون بر نداشتن، چون این رو رسوندن به پشت کنکور تجربی و همچنان دنبال این مسئله هستن. و دیگه چون مسیر اومده، خب دیگه البته انتخابش دیگه راهی نداره، باید اون مسیر رو بره در واقع. ولی چیزی که هست، باید کمک کنیم به بچه هامون که بدون تاثیرپذیری، با آگاهی، با یک دوراندیشی رشتهشون رو انتخاب کنن. خب خیلی هم عالی. تقریبا هم بررسی کردیم، هم تاثیر انتخاب رشته رو بررسی کردیم، هم راه حلایی دادیم برای حالا انتخاب بهتر، و فکر کنم دیگه موضوع نباشه که بخوایم تکمیل بشه. حالا موضوع آخر، اول که اگه صحبت تکمیلی دارید برای بچه‌ها حتما بگید. دوم این که اگه بخواید یه نکته طلایی، یه حرفی که شاید خیلی به بچه‌ها کمک کنه بزنید، این چی انتخابش میکنید؟ چی میگید اینو؟ من جوابتون رو در 2 قسمت عرض میکنم. یکی این که مستقیما به شما پسری گل و دانش آموزای عزیز عرض کنم که تا خودتو نشناسی نمیتونی مسیرتو مشخص کنی. یعنی نکته طلایی اینه که سعی کن خودتو بشناس و با اون شناخت دقیقی که از روحیات توانمندی‌هات و علاقه‌مندی‌هات پیدا می‌کنی، میتونی رشته انتخاب کنی. وقتی رشته انتخاب کردی، چون انتخابت یک انتخاب آگاهانه و منطقی بوده، تا آخر مسیر با حد اکثر انرژی جلو میری. این یه نکته‌ای هست که به نظر من باید بهش دقت کنیم. نکته آخر این که آقای صالح جان ابتدا گفتن که شاید من هم یک انتخاب درستی کرده باشم که سر جای خودم نشستم. در واقع من ضمن احترام به نظر صالح عزیز، نه، من اتفاقا انتخابم درست نبود. واقعا درست نبود، چون من اون قسمتی که تحت تأثیر جو حاکم بر دوستان و خانواده بود رشته‌مو انتخاب کردم. یعنی من چون به هر حال توی مدرسه‌ای که بودم بهترین مدرسه شهرمون بود و داداش بزرگم رفته بود تجربی، منم رفتم سال اون موقع اول میرفتی کلاس دهم یا در واقع اون موقع ما 4 سال دبیرستان بودیم، درسته؟ بعد سال بعدش سال دومی میرفتیم تعیین رشته میکردیم که من رفتم رشته ریاضی. ولی عملاً بعد نشون دادم که مسیر رو اشتباه رفتم و همون جایی که گفتم شاید تایم رو از دست بدی، زمان رو از دست بدی، ولی چون باید اون کار رو انجام بدی که باعث حالت خوب میشه، من دیپلمو گرفتم تو رشته ریاضی، دانشگاهمو رفتم، شغلم هم انتخاب کردم. بعد که فرصت پیدا کردم و این جرأت و قدرت پیدا کردم که برم دنبال علاقم، رفتم به هر حال ادامه تحصیلم رو تا مقطعی که تونستم برم توی رشته که علاقه داشتم رفتم و رشته که ادامه یک رشته انسانی بود رفتم در واقع. یعنی از ریاضی شروع کردیم، دانشگاه ریاضی خوندیم ولی رفتیم مشاور ادامه دادیم. و این یعنی این که هر چیز به اصلش برمیگرده. یعنی من آخر سر رسیدم به اون رشته که دوست داشتم، ولی اگرم اون اول میرفتم رشته انسانی شاید شرایط فرق میکرد. یعنی خودتون جزء کسایی هستین که از این چند تا موردی گفتید به صورت تجربی آسیب دیدید. بله دقیقاً، یعنی مصداقی هستم. مصداقی این چیز هست. هم از اون فضا باعث شد که یک انتخاب اشتباه انجام بدید، هم یه تایمی رو از دست دادید، ولی دوباره خب حالا درست کردید. ولی یه نکته وجود داره که چون رشته ریاضی خوندم، ضمن احترام به رشته تجربی و بچه‌های رشته تجربی، چون رشته ریاضی رو خوندم درک بهتری پیدا کردم از تجزیه و تحلیل مطالب و درک بهتری پیدا کردم از اون رشته‌ای که بعداً خوندم و پشیمون نیستم. حالا عرض میکنم میتونستم جلوتر باشم، ولی بالاخره دوستان و بچهای امروزه، دانش آموزای الان بسیار هوش اجتماعی بالایی دارن، بسیار باهوشتر از ماها بودن تو اون سن و هستن، چرا که آدمایی هستن که ارتباطات
بسیار گسترده‌ای در حالتهای مختلف با آدمای مختلف دارن و اینها آدمای خیلی باهوشی هستن، دید خیلی خوب و وسیعی نسبت به آینده دارن و من مطمئن هستم که بچه‌های الان آگاهانه تر از ما تصمیم میگیرند و آینده شغلیشون رو مشخص میکنن. من صمیمانه برای همه بچه‌های این نسل آرزوی توفیق و سربلندی و از همه مهمتر عاقبت به خیری دارم. خیلی ممنون آقای کشمیری، لطف کردید بابت این تجربیات واقعا خیلی واقعی تر از اون چیزی که فکر می‌کردم بود. و خب امیدوارم که بتونیم حتما تو شاید 2 هفته آینده یه قسمت دیگه هم داشته باشیم درباره این موضوع بیشتر حرف بزنیم. ممنون از شما که خب تا اینجای ویدیو رو دیدین. ممنون از بچهای پشت صحنه و غیره. تا قسمت بعدی می‌بینیمتون. موفق باشید. متشکرم.